سلام، من علیرضا روحم و امروز اومدیم ادامه بازی جذاب سوپرمارکت سیمولیتور رو با هم دیگه بریم ببینیم که چه چیزایی امروز در انتظارمونه. Let's go. به نام خدا، روز دوم رو شروع میکنیم. بله اینا رو میتونیم بگیریم چون که چیز رو اول میگه زر باید بگیریم دیگه قاعدتا که بخوایم این پرتو پرتایی که باز کردیم و بگیریم. ولی 200 هم میخواد، من 198 تا دارم. البته اینا رو بفروشم پول بدی دستم نمیاد. اینو مشتری بیاد نگاه چه قیافه اینه. چه با چه سیستی را میرم. یه دونه داداش. خب شد 200 ها. این فریزر رو من سفارش بدم بیاد. خب اینم از این. اوه چه سریع هم میاره. انگه نبود بذاریمش اینجا. اوه اینو روتیتش کنیم اینجا. میان جلو چون جنس جدیدم آوردم، مثلا اینجوری که میان تو. ببین اینجوری بچه، اینجوری که میان تو اینجوری اینو میبینم. اوه بالا. اوه گوگلیه کوچولو. خب من این پولا رو سریع در بیارم بفروشم مشتری بدم بده. من که داره 5 تا اینجا داریم رفت. یک کوچولو در شد ایراد نداره. بده. نه این بر 26 تا باید لاکچری باشه دایی باشم. کافی دارک. بابا وایسید من میارم اونا رو، همه رو میارم. آقا همه رو ما تکمیل میکنیم. یه روز به ما وقت بدی فردا تو شلفه تو قفس هست. 19 تا. به اینم چی میخواد؟ این باتل واتر میخواست، آب معدنی میخواست. خب خانوم دوتا فرمایید. بذار یه 106 تا دارم، یه چیزایی سفارش بدم برای الان. مثلا این 16 61 به نام خدا. خب 61 شیرم 12 تا 73 تا یه تخم 96 تا یه آبم آب نشد حیف شد. یاد نداره. حالا این بتونم یه من مشتری را بندازم اونم جور میشه. بیا خانم شما که کلا فقط روغن هم من میخری. چی همه یه شکل نه ها؟ من یه لحظه اینو سفارش بدم بیاد اونجا هم که گذاشتنش. شکر اینجا نون. بله چه با لبخندم. الان من باید حق با مشتری است. ای خدا من چقدر بدبختم. یه پول اینو خورد کنم همش. شما اولین نفر نبودی اومدی اولین دخل رو دادی. اولین دخل آره دخل.
و این دخل رو به ما دادی آدامس برمی داشتی. چی یه پاستا برداشتی شما؟ یاد نداره، سرتو بیار بالا، یاد نداره. اوکی الان من دیگه میتره کنم براتون. همه رو گرفتم، تموم شد تقریبا دیگه، چیزی نمونده توی مغازه. همونم شد 60 و 73 تا. اوکی فکر کنم تا آقا این روز بره و اونا رو بچینم و همه اینا اوکی میشه. سرتون درست باین. یعنی چی؟ مگه اینجا خورد کنه تو هم رو تاکسی تو رو من باید بدم؟ بده سرتون پایین. آفرین دیگه تکرار نشه. اونجا هم که هیچی پیدا نیست. نه آره خانم هیچی نیست. بله بله میدونم دیگه. فردا با روی میتره کنم، فردا اش کنید دیگه. این اوه اوه این چراغه رو این نمیشه همیشه روشن باشه اصلا. ها؟ اینجا- بله دیگه. شما اون اوه 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 اون این همون چیز هست، اون چین چان چونگه این خیلی نمیشه باش چیز شد. بله بعد اصخایی میکنم بفهم تو حله داداش. اما نه کارت هول نشو ایزا هول نشو هیچ کاری باید ندارم. بفهم. بله ببین پول خورد من میدونم با تو. نه این دفعه بچه خوبی، این دفعه بچه خوبی. بفهم میدونم آقا کافی نداریم. من درست میشه. اوه، الان دعواشون میشه سر یه دونه. اینو بدم سس اینا رو من حساب کنم تموم شه بره. 19 تا فرمایید بفهم. ببینم یه دونه کلا روغن موند و خلاص. 134 تا در آوردیم امروز. خب ببین از هر کدوم یه دونه بگیرم میشه 107 تا. دارک کافیه رو نمیتونم بگیرم، هیچی هم از اینا ندارم، مجبورم چیز کنم مگر اینکه صبر کنم دارک کافیه رو پولشو در بیاریم بخریم و بذاریم دیگه. اینم که حالا باید تا ساعت 9 به بعد بسته است نمیشه گذاشت. من فقط اینا رو بیام بچینم این تو. دارک کافی خریدم. دارک کافی خریدم. بله دارک کافی خریدم. چی نخریدم برم چک کنم. او چه امیدوارم که گذاشیم اونجا. آبم که همیشه بریم اینجا رو زیرش میذارم که مثلا دو تا چقدر خوبه این، مثلا 2 تا جا میگیره قشنگ. با یه بار خریدن 2 تا قفسه رو قشنگ پر میکنه که شیره دیگه. لبنیات رو میذاریم بالا. آیم 2 تاییه. واو. یه تمیز کوچیکم بکنم و قیمت های اینا رو من بذارم و بریم برای روز بعدی. چی گوه زدن به مغازه. خب اینا رو ما چند بذاریم خوبه؟ 11 تاست. ما میذاریم 12.5. اون باید بپریم باید ندارم اون باید بپریم. خب این شیر رو میذاریم 3. تخم مرغ رو میذاریم 4.5. یاد بصرفه دیگه. آب
283 آب دیگه بالاخره تشنه‌شون میشه نمیشه اینجوری که. خب بریم به نام خدا. روز سوم. خب من اینا رو اول بدم بیاره. اینو میتونیم بگیریم البته باید لولمون 5 بشه. تو لولمون 5 دیگه. 300 تا میخواد. بعد خب یه دونه سکشن 2 رو باید بگیریم که لول 4 میخواست که اوکی. یه دونه لول 5یم. بعد که بزرگتر میشه گویا مغازمون و 350 تا میخواد که من 18 تا دارم. خب اونم ما سفارش دادیم. بیایم بچینیم اول. آره. Meanwhile, خب بچه ها من اینا رو چیدم. حالا اینا رو من سلده آشغال کنیم مشتری ها بیانو دیدیم جلو پوله رو در بیاریم که بتونیم بریم مغازمون رو بزرگتر کنیم. بریم سکشن 2 که فکر کنم 4x4 نوشته بود اگه اشتباه نکنم. بزرگتر میشه. آره 4x4 متر بزرگتر میشه. بریم چیه. بله بفرمایید. اونجا جدید آوردم دیگه. خواهش کنم شما اولین چیز بالاخره. الان من چی جوری 54 بدم به راحتی؟ کدومتون 54 شدیم کم شده قیمت؟ آها اینه. این قیمتش چیز شده. مارکت پرایسش چنده؟ ای افزونی میذاریم آقا. کنه اینا همهشون چیزن هی عوض میشن. اون که 50 درسته. تو چی؟ این درسته. اوه اولین منم که اوکیه. 4 گذاشتم دیگه. چون 3 گفته که مثلا توی سوپرمارکت های دیگه است ولی خب ما فرق داریم. اینم که 4، اینم 5 اوکی. اینا رو هم که دیشب اوکی کردم. خب بله اولین لبنیات. بله بفرمایید به 50 سنتی بدم خدمت خانم. بفرمایید. آقا امروز زیاد خرید کردی. آفرین. آمارت هم دارم میری اون سوپرمارکت اون وریه ولی ایراد نداره. چقدر این لعبه رو میخوام. 4 و نیم. نه بله 100 تا تالان در بردیم تا بعد چیز بشه. من اینا رو یه چک دیگه بکنم. خب این که درسته 3. اینم 4 و نیم. اینم که 4 تقریبا. اینم که 3 دیگه اوکیه. اون که اوکی. اینو خوب میخرم. این 61 بیاد. بله به او بود. $1 خدمت شما. سه تا دیگه هم بیاییم اینجا بکاریم. دیرم اونو خوب برمی داشتم. تمیز ریزم بزنم و چیزی که ننداختیم. نه بله قول. به جناب دکتر. ببخشید جناب دکتر تشریف آوردن. بله آقا سطح بالا بگیر شما دکتر حمله کرده از سیاخو. بفرما. به مشتری این. بله آقا خیلی خوش آمدید. خیلی تشریف بیارید بازم.
اصلا این آقای کلا اعصاب نداره، این فکر کنم با خانومش دعواش بره. بله 2 تا تخم مرغ مگه شون چیزه. اونم چی بیشتر میخورن که اونا مثلا زود سفارش این قهوه رو مثل بینز دارن میخرن. امیدوارم که من ارزون نذاشته باشم، ولی ارزون هم نذاشته بودم. بله سو کیک درست کنیم. بله خانم، بله بله خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. اینه که دقیق کار میکنن خیلی خوشم. درست بده. من چیه انداخت؟ شیر پایین هم داریم، تخم مرغ هم داریم، آب هم داریم. اینو ببینم چی نکنم من اینو پایین تر باشم. نه دیگه 1104 من اینو دارم با سود $4 میفروشم. مارکت پرایسش 11، من 12.5 گذاشتم. بله بفرمایید. خیلی هم خوب. چراغ من روشن کنم اینجا رو ببینم چیه. نون بعد روغن برداشت. رونالدینیوی کار میکنی؟ قیافت اونطوری نکنم. درست. بفرمایید بفرمایید. چیزی که تموم نشده نه، همه رو داریم داریم داریم. اینا رو هم داریم. اوکی. بله. به به به. شعلا خانم شما بودی یا محلا خانم بودی شما؟ سلام برسون بالاخره. دوازم در خدمت باشیم. میخوام من براتون هم کنم اینا رو. خوشت اومده. یاد نداره سنگین نیست. اوکیه. 2 تا به اون از اینا میده. به جای 15 تا 12 تا. اوکی آقا بیاد. بگو بیاد پاستا رو، من اوکیه. به پاستا خوب میخرن. اصلا خوب نمیخرن. اونو پره اونجا پره. سفارش دادم داره میاد. ای بدبخت بعد پاستا رو بفروشن. اوه شیر تموم شد. شیر تموم شد. شیر. آها چای سیاه بود که نتونستم اون موقع بخرم. 55 تا اوکیه. بذار بیاد. ای بابا 9 تموم شد. خیلی خوب. چه خورم معلومه خسته است. سر کار اومده میگه بله معلوم تو چایی میخواستی هم یادمش. مرغ هم باید بگیرم. جا ندارم. بعد این دشت آخر چقدر رو آدم خوش میگذره. اینقدر خوب. اینو من تمیز کنم. تمیز شدن داره میگه. چطور تمیز که نمیشه. آقا 9 بسه دیگه. بیا بارا بیرون بسه دیگه. اینا رو کجا بذارم من؟ تو تموم شد زیرش دیگه. تو این قفسه تو این قفسه اینا رو بعدم بریم. بله قربان. توپل چاق میشه یه اتوشی
اضافه وزن واقعا این چیزا بود عزیز. خب ببینیم روغن اینا همه رو داریم، اینا رو هم داریم. آها یه دونه از این دیگه. چی؟ ها شیرم که گذاشتم، شوگرم، پودر شکر و اینم که هست، اون قهوه هم هست. ولی باز قهوه رو رضا یه دونه دیگه هم بذار. تیبه رو گذاشتیم، میلک هم گذاشتیم، چی هم گذاشتیم، فقط مونده این چیز، قهوه مثل که سود داره یا افزایش بده کرده همچین چیزایی. نه 12 چیز. خب بسم الله الرحمن الرحیم. روز بعدی شروع میکنیم. من سفارش بذارم اینا بیاد، بعد این چیزا رو که گرفتیم، پولا رو که در آوردیم، بعد بریم سکشن دو که با 350 تا این 150 تا دیگه در بیاریم، میریم تو کار این که اینجا رو بزرگتر کنیم و اشغال. A little later. بچه ها من کار کردم امروز کامل و هلوش 611 تا به دست آوردم که الان ما میتونیم قشنگ هم اینجا رو بزرگ بکنیم. چه گندی زدن یه تونه که دیگه تقریبا همه این شلفا یا حالا این قفسه ها کلا تموم شد. فریزرمون یا حالا تموم شد. باید هم سفارش بدیم، همین که الان باید اینجا رو بزرگش بکنیم که ببینیم چه شکلی میشه. من قبلش اینا رو بذارم این تو. نه دیگه شما ها رو بیاین بتون اینجا. شیرم برداریم بذاریم بالا. اینا همه رو باید سفارش بدیم. فردا همه رو. خب قبلش اینو من بزنم ببینم میشه الان بزرگش شد. واه اوه یه تیکش اضافه شد، اینا هم عوض شد. اوه اینجا یه نوشته بود الان دیگه قشنگ چیز شده، نور انداخته رو. آفرین آفرین. کلاسش هم اومد این ور اینجا بود. اوه دیگه تمیز کردن این داستان داره. این حالا بابش من حواسم به این چیزا باش. خب بریم برای روز بعدی. اوه خب میگه که یه دونه اسم انتخاب کن. هلو چه اسم انتخاب کنم؟ اینجا بکنم تو کاستومیزیشنشو داره 250 تا میخواد. با این کاکا برشکست میشم که. خیلی خوب بریم ببینیم چه جوریه. اینا رو بخوایم جا به جا کنیم. ها اینطوری. خب اینا رو بذاریم هم اینجا. اول که میان تو اینا رو ببینن، بغل هم یک کوچولو هم فاصله بدیم، فکرم فضا داریم. اینم ور داریم بذاریم اینجا دیگه تایید نیستش.
خب رفقای گل، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست دارین که این دوباره ادامهش بدیم حتما تو کامنت ها به هم بدین. لطفا لایک، فالو و حالا شیر و اینها فراموش نشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.